روز شما بخیر باشد بینندگان عزیز رادیو آزادی و همه اونهایی که این لحظه ها ما رو تماشا دارند. امروز شنبه 13 اپریل و برای شما استراحت خوب میخواهیم اگر در کار باشید برای کار و سپاس میگویم که ما رو بازم در آغاز یک روز نو همراهی میکنید و در چند دقیقه که دوره من تلاش میکنم برای شما خبرهای تاجیکستان و جهان رو بگویم و باوری دارم که در این روز نیز ما رو همراهی خواهید کرد. روز گذشته ما از یک گروه کاربران آزادی ویدیو نواری را دسترس کردیم که سرسانی مهاجران تاجیک را در راه به سوی روسیه نمایش می‌دهد. به گفته مصاحبان نواری مذکور در قلمرو قزاقستان ثبت شده است. شرکت‌های خصوصی مسافرکشانی با مساعدت میانروها در ولایت سوخت با آنها که عزم سفر به روسیه را دارند وعده می‌دهند که مستقیما طریق اتوبوس آنها را به مکان می‌رسانند. اما طور خود این مهاجران میگویند بعداً آنها را در قلمرو قزاقستان سرگردان میکنند. به گفته مصاحبان ما آنها 9 اپریل از تاجیکستان به راه برآمدند اما تا به حال به روسیه نرسیدند. حتی بعضی از این مهاجران شب را در قزاقستان در بیرون روز کردند. این هم در حالی است که به گفته باز مصاحبان رادیو آزادی برای سفر با اتوبوس 4,500 سومانی پرداخت کردند. بر علاوه باز مجبورند که حق کرایه خانه در قزاقستان را نیز بپردازند. رادیو آزادی این موضوع را تحقیق خواهد کرد اما باید گفت که عادتاً شهروندان تاجیکستان برای رفتن به روسیه از خدمات مسافربرها استفاده میکنند زیرا سفر طریق اتوبوس در مقایسه با قطار و هواپیما نرخ کمتر دارد. الهام جان رحمانوف ساکن شهر دوشنبه با دعوا برای بازپس گرفتن بیش از 44,000 دلار امانتش از تاجیک صادرات بانک در دادگاه پیروز شد. اما این بانک با دعوای جوابی در دادگاه بالایی خواستار لغو این قرار شده است و دلیل آورده است که وضع مالیش خوب نیست. دادگاه نهایی فردوسی شهر دوشنبه تاجیک صادرات بانک را وظیفه دار کرد مبلغ‌های امانت گذاشته رحمانوف مزاج این بانک را برگرداند. الهام جان رحمانوف 44 ساله 12 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار دادگاه ماه ینوری سال روان صادر شد اما تاجیک صادرات بانک به جای اجرای قرار دادگاه او را به صبر دعوت کرده است. در همین حال تاجیک صادرات بانک به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کاساسیونی برده خواستار بیکار کردن حکم دادگاهی پایانی شده است. بانک در دعوایش دلیل آورده است که در وضع فعلی توان پرداخت همه مبلغ‌های رحمانوف را ندارد. اما دادگاه دوشنبه نیز از دعوای الهام جان رحمانوف جانبداری کرده. دادگاه مرحله بالایی حکم قبلی را در مورد برگرداندن مبلغ‌های وی به تغییر گذاشت و همچنین سود اجراچیان دادگاه فردوسی وظیفه دار شدند که در تطبیق قرار دادگاه و گرفتن مبلغ‌ها از بانک مساعدت نمایند. سیروجدین رحیموف رئیس فیلیال یا خود دفتر تاجیک صادرات بانک در نوای فردوسی که الهام جان رحمانوف مبلغ‌هایش را در همین اداره به امانت گذاشته است میگوید با توجه به وضع مالی که دارند مرحله به مرحله مبلغ‌های این مشتریشان را پرداخت میکنند اما او گفت تلاش دارند به این مشتریشان مراسا نموده با پیشنهاد اموال بانکی طلبات او را قانع نمایند. ضمناً جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی ماه فوریه سال روان ضمن یک نشست گفته بود که تاجیک صادرات بانک از 15,000 مشتریش بیش از 500 میلیون سومانی قرضدار است که باید برگرداند. در یک نمایشگاهی که در دوشنبه برگزار شد امکانات تحصیل جوانان در روسیه معرفی گردید. طلبگاران تحصیل در روسیه از سوی داوطلبان تاجیک بیشتر از مکاتب عالی کشورهای دیگر است زیرا اگر از یک سو نرخ تحصیل به جیب آنها موافق باشد از طرف دیگر دورنمای دریافت شهروندی و پیدا کردن جای کار مناسب در روسیه آنها را هوسمند میکند. شادمانی یتیم و زرانگیز نوروشو به این نمایشگاه رفته بودند. در شب و روزی که در تاجیکستان ختم کنندگان مکتب‌های میانه به مرکز ملی تستی حجت می‌سپارند، ده‌ها جوان دیگر برای دریافت اطلاع بیشتری تحصیل در دانشگاه‌های روسیه به اینجا آمدند. آستون آستانایف که امسال مکتب را ختم می‌کند می‌خواهد تحصیلش را در روسیه ادامه دهد. مبلغ سالانه دانشگاه دولتی مسکو که او انتخاب کرده است 4500 دلار است. برای استان که آینده در روسیه کار و زندگی کردن می‌خواهد این مبلغ چندان مهم نیست. روسیه را شرایطش دوره، جای کار تامینه، جای کار دوره. نبود میکنم جای کارم تامین میکنم و جای کار. چی میکنم؟
امسال نمایندگان بیش از 40 دانشگاهی روسیه برای معرفی شرط و شرایط تحصیل در این مؤسسه ها به دوشنبه آمدند. در نمایشگاه دو روزه که در دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان برگزار شد، نمایندگان مکتب های عالی روسیه به سوال های داوطلبان تاجیک پاسخ گفتند و از خواهشمندان امتحان سنجشی گرفتند. Интересуется, есть ли бюджетные места. بیشتر میپرسند که چقدر جای برای تحصیل بودجوی داریم، چه تعداد دانشجو در آزمون اشتراک میکنند و در باره شرایط تحصیل میپرسند. آفرین بچه ها به آینده خود به توجه نیستند. با ابراهیم سیفوف دانشگاه پنزا پسند آمد و او خود را به آزمون این دانشگاه نامنویس کرد. امروز آقای امتحان میگیریم. تئوریتون چقدر است؟ تئوری خوب ما این حاضر همونجا رفتیم. امسال روسیه برای تاجیکستان 630 کوتای تحصیل اختصاص داد. آنهایی که نمیتوانند طریق کوتای دولتی و بودجه به دانشگاه راه یابند در بخش شرطناموی حجت میسپارند. در مجموع بنا به اطلاع وزارت معارف هر سال 4000 جوان تاجیک برای تحصیل به روسیه می رود. اکثر جوانانی که نیت تحصیل در روسیه را دارند محض به شرط و امکانیت های تحصیل در این کشور برتری می دهند، ولی وزارت معارف می گوید نفوذ دیپلم روسی توجه جوانان را به آنجا جلب کرده است. از همه بیشتر توجه دارند به روسیه و به جمهوری خلقی کیتای. دیپلم این دو کشور، دیپلمایی که میدهند در ما بسیار آبرومند است. اکثرا میخواهند در همین جا. بعد جمهوری بلاروس دیپلمشان بسیار با افتخار است. طبق آمارها حالا در روسیه بیش از 20,000 دانشجوی تاجیک تحصیل میکنند. یک هدف اصلی اکثر جوانان هم از تحصیل در دانشگاه‌های روسیه بعداً کار و زندگی خود را در این کشور به راه ماندن بوده است. شما نویدی بمدودی روزی شنبه 13 اپریل رو تماشا دارید. دادگاه در شهر دوشنبه یک جوان 23 ساله رو برای قصد پیوستن به گروهی به نام دولت اسلامی به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. دادگاه نویه اسماعیلی سومانی انورجان حکیموف ساکن نویه رودکی رو به آن گناهکار دانسته است که او سال 2018 هنگام مهاجرت در روسیه فریفته عقیده های افراطی داعی شده و خواسته است به سوریه برود و به صف آن بپیوندد. در حکم دادگاه که روز 10 اپریل صادر شده است آمده است انورجان حکیموف بعد تماشای ویدیو و دیگر مواد تبلیغاتی جنگجویی گروه در اینترنت قرار کرده است به سوریه برود. به گفته دادگاه انورجان اسماعیلوف ماه ینور امسال به ترکیه رفته و از آنجا با رهبری گماشته‌های دولت اسلامی خواسته است از مرز این کشور به سوریه بگذرد. در حکم آمده است انورجان حکیموف با رهبری اعضای فعال دولت اسلامی به شهر ادنه و از آنجا توسط اتوبوس به سمت سرحد راهسپار شده است، ولی در نزدیکی سرحد دولت‌های ترکیه و سوریه از جانب کارمندان پلیس دولت ترکیه دستگیر شده اجباراً به تاجیکستان برگردانده شده است. به گفته دادگاه هرچند انورجان توش محمد و مقصد نهایی خود نرسید، ولی با وجود این به 12 سال و 6 ماه زندان و ادای حکم در محبس نظامش سخت محکوم شد. دادگاه گفته است که او گناهش را اعتراف کرد، ولی نظری وکیل دفاع او بر رادیوی آزادی تا به حال معلوم نیست. از تاجیکستان تا کنون نزدیک 1900 نفر به سوریه و عراق رفتند و بسیاری از آنها به صف گروه‌های افراطی و تروریستی پیوستند. و از آغاز ماه مارت در رزمایشگاه لاهور سه تمرین مشترک نیروهای نظامی تاجیکستان با سربازان پایگاه 201 روسیه برگزار شده است. در این مشق‌ها بیش از 2000 نظامیان و چرخبال‌های می 24 می 8 توپخانه‌ها و یا ارتلری موثر جلب شدند. پایگاه 201 در تاجیکستان بزرگترین واحد خشکیگرد نظامی روسیه در خارج از آن میباشد که در گذشته گفته میشد حدود 7000 نظامی در آن خدمت میکنند. این پایگاه تا سال 2042 حق دارد که در تاجیکستان بماند. و بینندگان عزیز این چند خبری بود که من خواستم در این صبح بر برای شما بگم و اما اگر خواستید خبرهای از این بیشتر رو بخوانید پس بروید به وبسایت ما www.azadi.org و ویدیوهای جالب در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب گذاشته شده است. روز خوب و استراحت خوب داشته باشید.